خب بریم سراغ خود پیاده سازی آرتیکل ریپازیتوریش. داخل گرم یک استراکتی میسازیم به اسم ریپازیتوری و به این صورت و میایم ما آرتیکل در نظر بگیریم بهتر اسمشو و میایم ما این اینترفیسی که داریم رو پیاده سازی میکنیم روش. اولین مورد که ما باید گرم دی بی رو اینجا داشته باشیم. با استفاده از گرم دی بی ما میایم ارتباط میگیریم با دیتابیس و کارامون رو انجام میدیم. یک کانستراکتور باید داشته باشه که همین آرتیکل رو برمیگردونه و در واقع ما میایم خیلی راحت این آرتیکل رو برمیگردونیم. بحث پیاده سازی دیپندنسیش و گرفتن دیپندنسیش رو ما میتونیم اینجا بس کار کانکت کردن رو انجام بدیم، یا اینکه میتونیم ما اینستنس گرممون رو از لایه بالاتر بگیریم که به نظرم کار منطقی اینه که خب ما اینستنس گرممون رو از لایه بالاتر بگیریم. اینجا میتونیم بیایم داخل گرممون بیایم کارهای حالا ستاپ اینستنسش رو انجام بدیم که البته برای سناریوی ما فعلا نیازی نیست و ترجیح میدیم که همین خود آبجکتش رو فعلا به همین صورت از به عنوان پارامتر دریافت کنیم. منظورم اینه که حالا ما اینجا میتونیم بیایم یک استراکت دیگه حالا به این صورت کاستومایز شده این گرم دی بی رو بیایم تو همین لایه تعریف کنیم و اون رو به عنوان اینستنس بگیریم، اما فعلا نیازی نداریم برای انجام این کار. میایم تمامی این مواردی که آرتیکل ریپازیتوری آرتیکل اینترفیسش احتیاج داره رو پیاده سازی میکنیم. داخل جت برینز ما میتونیم این اینترفیس رو ایمپلمنت کنیم با شورتکات آلت و اینتر رو که بزنید اینجا به شما یه سری قابلیت ها میده که یکیش ایمپلمنت اینترفیسه. اسم اینترفیستون رو سرچ میکنید، ما اینجا میزنیم ریپازیتوری و میاد تمامی این فانکشن ها رو برای ما میسازه. خب ما اینجا بیس اینترفیس ریپازیتوری آرتیکل رو پیاده سازی کردیم و ما احتیاجی نداریم که حالا بیایم الان همشون رو پیاده سازی کنیم. الان فقط یه بیسیکی از همشون پیاده سازی کردیم. هر کدوم از اینا کال بشن این پنیک ایمپلمنت اتفاق میفته و این کانستراکتور هم اگر این بالا باشه بهتره و ما میریم سراغ سرویسمون. لایه بالاتر لایه سرویس رو پیاده سازی میکنیم و میایم کم کم لایه این ریپازیتوریمون هم تکمیل میکنیم و دونه دونه هر کدوم از این فانکشن که احتیاج پیدا کردیم رو میایم مینویسیم. فعلا یک ساختار اولیه داریم که هر کدوم از این متد کال بشن به پنیک میخوریم. برای ساخت سرویس هامون توی همین دایرکتوری اینترنال یه دایرکتوری دیگه میسازیم به اسم سرویس و اینجا هم دوباره یه دایرکتوری دیگه به اسم آرتیکل و داخل آرتیکل هم یه article.go. خب سرویس آرتیکل کارهای منطقی آرتیکل رو میاد انجام میده، لاجیک بیزنس آرتیکل رو به طور به قول معروف انجام میده. لاجیک بیزنس و کارهای حالا لاجیکی آرتیکل توی سرویسش انجام میشه. پس ما الان با 3 تا لایه آشنا شدیم. لایه انتیتی
که وظیفه نگهداری و انتقال داده ها از لایه ها به لایه های دیگه رو بر عهده داره. لایه ریپازیتوری که مسئولیت ذخیره سازی دیتا، لایه لاجیک یا سرویس که مسئولیت کارهای منطقی و حالا بحثای لاجیکی که داریم رو انجام میده. به طور مثال حالا یه سری بحثا داریم که قبل از اینکه دیتا رو بیایم ذخیره کنیم یه سری کارهای مختلف باید روشون انجام بشه. اونجور موارد رو ما داخل سرویس پیاده سازی میکنیم، داخل لایه سرویسمون. یک دایره رو در نظر بگیرید، دایره داخلی اول انتیتیه، ما اول انتیتی رو داشتیم، لایه بالاترش ریپازیتوری، لایه بالاترش سرویس. انتیتی، ریپازیتوری، سرویس. انتیتی نمیتونه به ریپازیتوری دسترسی داشته باشه، ریپازیتوری نمیتونه به سرویس دسترسی داشته باشه، ولی سرویس میتونه به ریپازیتوری دسترسی داشته باشه. ریپازیتوری هم میتونه به انتیتی دسترسی داشته باشه. انتیتی داخلی ترین بخش، ریپازیتوری بخش بیرونی انتیتیه، سرویس هم بخش بیرونی ریپازیتوریه. بذارید بریم نقاشیمون رو بکشیم که بهتر متوجه بشیم. دیاگرام دات آی این تا این میاد لود شه. در واقع ساختاری که ما داریم به این صورته. لایه انتیتی داخلی ترینه و به هیچ جایی بیرون از خودش دسترسی نداره. لایه ریپازیتوری لایه بالاتر از انتیتیه و ریپازیتوری به انتیتی دسترسی داره و میتونه از انتیتی استفاده کنه، ولی به سرویس دسترسی نداره، نمیتونه از سرویس استفاده کنه. لایه بالاترش سرویسه که هم میتونه از ریپازیتوری استفاده کنه هم از انتیتی استفاده کنه. خب بریم سراغ کد. آرتیکلمون یک استراکت، یک دیپندنسی داره. نسبت به کجا؟ نسبت به ریپازیتوری. آرتیکل ریپازیتوری رو داره و میاد از چی استفاده میکنه؟ از همون ریپازیتوری که اگر یادتون بیاد ساختیم، از این اینترفیس داره استفاده میکنه. دقیقاً این مورد باعث رعایت شدن قانون ال سالید هستش که با اومدیم از اینترفیس استفاده کردیم و پس فردا اگر که بخوایم از یک دیپندنسی دیگه به جای گرم بخوایم از چیز دیگه استفاده کنیم، چون که اومدیم از این اینترفیس استفاده کردیم، هر استراکتی که بیاد این اینترفیس رو پیاده سازی کنه رو میتونیم استفاده کنیم. خب و یک مورد دیگه که من یادم رفت خدمتتون بگم، ما برای لایه ریپازیتوری تست نمی‌نویسیم. دلیلش این چیه؟ دلیلش اینه که ریپازیتوری به لایه در واقع اکسترنال با دیتابیس کار میکنه، احتمالاً با خود با دیتابیس کار میکنه و دیتابیس یک سافتوری بیرون از اپلیکیشن ما و داخل یونیت تست ما برای ریپازیتوری تست نمی‌نویسیم و میایم ریپازیتوری رو ماک میکنیم. ماک چیه؟ ماک در واقع میایم کار اون قسمتی که میخوایم ماکش کنیم رو شبیه سازی میکنیم و در واقع شبیه سازی میکنیم که همون کاری که انجام میدن رو به یه صورت شبیه سازی شده و الکی طور انجام بده و اون ریزالتی که ما میخوایم رو بهمون بده، ولی در واقع کاری انجام نشه، در واقع روی داخل دیتابیس ساخته نمیشه. با این کرییت ماک روی ساخته نمیشه، ولی ما شبیه سازی شده این کرییت رو خواهیم داشت. یعنی یه ارور الکی میتونیم از ماکمون بگیریم یا میتونیم چه میدونم اینجا مثلا برای
لیست اگر بیایم ماکش رو پیاده سازی کنیم یه سری آرتیکل الکی خواهیم داشت، یه سری آرتیکلی خودمون پاس میدیم به ماکمون که از ماکمون بگیریم، ولی در واقع کار واقعی انجام نمیشه. قانون نوشتن ماک به این صورته که شما برای اپلیکیشنتون، برای پروژهتون، هر جا بیرون از اون یونیتی که دارید تست براش می-نویسید، یعنی برای من الان اگر برای لایه سرویس دارم تست می-نویسم، هر جایی که سرویس تستم هر جایی که اون آرتیکل سرویسم به بیرون احتیاج داره، اون قسمت باید ماک بشه و فقط من تمرکزم رو میذارم برای نوشتن تست برای آرتیکلم و کاری ندارم بیرون از آرتیکل چه اتفاقی میفته. بیرون از آرتیکل رو میام ماک میکنم، به خصوص جاهایی که مخصوصا جاهایی که اپلیکیشن ما ارتباط داره به بیرون پروژه، مخصوصا دیتابیس، سرویس های ارسال SMS، سرویس های ارسال ایمیل و اینجور موارد، معمولا همه اینا باید داخل یونیت تست ماک بشن. ولی داخل اینتگریشن تست نه، اینتگریشن تست میگه که من میخوام ببینم کل اپلیکیشنم با هم چیکار داره میکنه و برای اون من تست مینویسم. ولی داخل یونیت تست که ما داریم به الان یونیت تست رو پیاده سازی میکنیم و داریم تست های یونیت تست مینویسیم، میگه که نه، اون یونیت، اون قسمت کوچیکی که من دارم براش تست مینویسم باید مطمئن بشم اون چطور کار میکنه، کاری به لایه های بیرون و قسمت های دیگه اپلیکیشن هم نداره. خب بریم یه کانستراکتوری برای این آرتیکل بنویسیم. یک پوینتری برمیگردونه به آرتیکل، یک اینستنسی از آرتیکل از نوع پوینترش رو برمیگردونه و به این صورت. حالا دیپندنسیش رو ما میتونیم به این صورت بریم جلو که یک دیپندنسی اینجکشنی خودمون داشته باشیم. میتونیم از پارامترها بیایم این آرتیکل ریپوزیتوری رو بگیریم، یا اینکه میتونیم خودمون به دیپندنسی اینجکشنمون، سیستم دیپندنسی اینجکشنمون وصل بشیم که این کار باز به مراتب یه مقداری کمی غیر استانداردتر از اینه که از پارامتر بگیریم. سر همین موضوع ما میایم آرتیکل ریپوزیتوریمون رو از پارامتر میگیریم و اگر هم میخوایم کار دیپندنسی اینجکشن طوری انجام بدیم، توی لایه بالاتر اون رو انجام میدیم. خب بریم کرییتمون رو بسازیم. یک ریسیور غیر پوینتری میسازیم برای همین آرتیکل که یک انتیتی آرتیکلی میخواد. یک انتیتی آرتیکلی میخواد. ما اومدیم اینجا الان پکیج انتیتی رو ایمپورت کردیم، آرتیکلش رو و اسمش رو، چون خب آرتیکل ما اینجا داشتیم، پکیجی تحت عنوان آرتیکل داشتیم و داخل خود پکیج فعلیمون هم آرتیکل، این رو به اسم انتیتی آرتیکل ایمپورت کردیم و آرتیکل قراره یک ارور برگردونه. خیلی خوب میشه توی ریپوزیتوریمون اگر آیدی آرتیکل رو هم ما برگردونیم. قشنگ نمیشه؟ احتمالاً قشنگ میشه. یا حتی میتونیم ما داخل همین آرتیکلمون که از به عنوان پارامتر دریافتش کردیم، چون که از نوع پوینتری خودمون بیایم آیدیش هم ست کنیم. اینجوری احتمالاً بهترم هستش.
اینجا ما آرتیکل رو از نوع پوینتر دریافت میکنیم و یک ارور قراره برگردونیم. خب کاری که ما اینجا انجام میدیم اینه که قراره با سرویس آرتیکلمون ارتباط بگیریم. میگیم a.articlerepository.create، همین آرتیکل رو ارسال میکنیم براش. اینجا هم خب چون اسم آرتیکل رو ما داریم میزنیم artent رو براش ارسال میکنیم و اینجا میایم ارور رو چک میکنیم. میگیم اگر ارور نامساوی نیل بود باید بیام یک کار لاگتوری انجام بدیم و ارور رو برگردونیم. اینجا هم نیل رو برگردونیم. ما از زیرو لاگ استفاده میکنیم برای بحث لاگمون، چون هم پکیج خیلی سریع هستش، هم خیلی به صورت مرسوم استفاده میشه. حالا اون کلمه انگلیسیش یادم نیست، کلمه انگلیسی مرسوم رو، و به اون نیومده انگلیسی صحبت کردن. خدمتتون عرض شود که این پکیج زیرو لاگ رو بریم ببینیم چه جوریه، به چه صورته. خب این اینترنت هم امروز خیلی ضعیفه، اعصاب خورد کنه. خب زیرو لاگ یه پکیج فوق العاده است و کامند اینستالیشنش رو اینجا برامون قرار داده. میایم نصبش میکنیم و خب اینجا یوز کیس هاشو میبینیم به چه صورت میشه استفاده کردش، و این پایین هم ما بنچمارک هاشو میبینیم که بنچمارک های فوق العاده ای داره. خب که اینطور ما میایم میگیم زیرو لاگ. البته باید منتظر بمونیم که آیدیمون ایندکس بندیش رو انجام بده. یعنی با log.error میتونیم هم ارورمون رو لاگ کنیم، هم یه مسیج اضافی. بله log.log str یه لاگ معمولی، با log.info هم میتونیم مسیج های اینفو چاپ کنیم و به این صورت. خب میزنیم log.error.message. خب ارورمون رو میایم پاس میدیم بهش و البته به این صورت میریم جلو. اینجا ارورمون رو بهش پاس میدیم و یه مسیجی هم که میزنیم میگیم error in creating article میگیم که error in creating article و ما باید چک بکنیم، چون ما دو تا ارور تعریف شده داریم اینجا، آرتیکل not found و آرتیکل already exist، و اینا ارورایی نیستن که جزو لول ارور حساب بشن. و برای این موضوع ما باید بیایم چکشون کنیم و اگر که همچین ارورایی داریم از این مورد لاگ کردن این ارورا بگذریم
و اینا رو بسپاریم به لایه هندلر یا کنترلرمون که بیاد حالا ارورای مربوط به اپلیکیشن، لایه اپلیکیشن که حالا اگر رست باشه مثلا برای already exist باید 400 رو برگردونیم و پیام مربوط خودش برای ارور article not found 404 رو برگردونیم و حالا ارور مربوط به خودش مثلا article not found و یه همچین چیزی. خب مطمئنم که ما تو بحث create به article not found نمیخوریم، ولی باید چک کنیم که ارورمون از نوع error article already exist نیست. خب یک فانکشنی هستش تو پکیج ارورزا به اسم is که میتونیم چک کنیم ارورمون از چه نوعه. میگیم ارورمون اگر از نوع error article already exist بود بیا همین رو برگردون، ولی اگر از این نوع باشه میره برای چاپ ارورش، لاک کردن ارورش و ارور رو برمیگردونیم. و احتمالا خب چون اینجا ارور از نوع اروری ناشناخته ای هستش و این already exist یا چیزایی که اینجا تعریف میکنیم نیست، ما به کاربر 500 رو مثلا توی لایه اپلیکیشنمون توی اون لایه جین یا رست API مون برمیگردیم. خب فعلا اینجا سرویسمون بحث create رو انجام دادیم و خدمتون عرض شود که ما اول باید می اومدیم اینجا تست رو می نوشتیم که فراموش کردیم، ایرادی نداره. میایم اول تستمون رو می نویسیم. فرض کنید که ما اینجا این فیچر رو پیاده سازی نکردیم و اگر بخوایم تستش رو به صورت TDD پیش بریم به این صورته که میایم اینجا میگیم که فانک تست article create و باید ما خب سناریو ساکسسشه. اگر ساکسس بشه ما باید یه ارور نیل داشته باشیم و باید از سمت ریپازیتوریمون هم هیچ اروری دریافت نکرده باشیم. خب حدود 22 دقیقه ویدیومون شد. توی قسمت بعدی میایم برای آرتیکل تست می نویسیم برای کرییت و ماک ریپازیتوری آرتیکلمون رو می سازیم که بیایم با استفاده از ماک ریپازیتوری آرتیکل تست مربوط به لایه سرویسمون رو بنویسیم و برای این کرییت ما تستامون رو نوشته باشیم.